اسمش شیرداله. نصف شیر پادشاه زمین و نصفش عقاب پادشاه آسمان، ترکیبی که هیچ حیوان واقعی توان رقابت باهاش رو نداره. ایرانی ها بهش میگفتن محافظ دروازه ها، نگهبان پادشاهی، موجودی که اگر جلوی یک کاخ می نشست هیچ نیروی تاریکی جرأت عبور نداشت. در تخت جمشید روی مهرهای شاهی، روی ظروف زرین، روی تاجها شیردال همیشه کنار پادشاه ایستاده. چون ایرانی ها باور داشتند فقط موجودی که هم زمین رو کنترل کنه و هم آسمان رو، لیاقت همراهی با پادشاه ایران رو داره. حتی یونانی ها و رومی ها هم وقتی این نماد رو دیدن شوکه شدن و حسرت داشتنش رو میخوردن. این نماد رو از ایران وارد اسطوره های خودشون کردن و اسمش رو گذاشتن گریفین، اما هیچ وقت نتونستن عظمت نسخه ایرانیش رو تکرار کنن. شیردال فقط یک نقش نبود، پیامی بود برای هر کسی که وارد قلمرو ایران میشد. اینجا سرزمینیه که نگهبانش قدرت شیر و چشم آسمان رو همزمان داره. این پست رو اونقدر شیر کن تا برسه به دست اونایی که نماد یک ابرکشور رو به سیبل دارت تبدیل کردن، شاید از ابهت شیردال شرم کنن.